کاکا ابراهیم آمدن. زندگی سرت باشه دخترم. کاکا ابراهیم محترم، زندگی سرت باشه دخترم. خداوند از شما راضی باشه. شرکت صاف‌سودا داروهایро пешниҳод мекунад ки барои бемориҳои дарунӣ ва берунии инсон даво бахшанд. аз қабили фишорбаландӣ, гаймарид, бемориҳои меъда, рӯда, гурда, ҷигар, узвҳои ҳозима, дарди гулӯ, роҳи нафас ва ғайра. инчунин агар шумо бемориҳои пӯст доред ба монанди псориаз, сафедшавии пӯст, доғҳои сиёҳ, пас дороҳои софсавдо ба шумо кӯмак мерасонанд. ғайр аз ин агар шумо мушкилоти урологию гинекологӣ дошта бошед, пас ба ширкати софсавдо муроҷиат намоед ва инчунин машварати тиббӣ бигиред. ҳамчунон барои зиёд кардани риш ва мӯи сар, ба қувват кардани мардонагӣ дороҳоеро бо намуди капсула ва равғане ки ба садҳо дард даво дорад пешниҳод менамояд. барои фарбеҳ ё хароб шудан дороҳои БЦА, протеин ва генерҳои софсавдо айни муддаоянд. бурда расондан ба ҳама шаҳрҳои Русия дар муддати 3-5 соат. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. саҳифаи мо дар TikTok sofsavdo.tjk. агар аз номи нурангез филм муроҷиат намоед ба шумо тахфиф карда мешавад. زیجان، زیجان ما، زیجان ما، زیجان، زیجان من رها کده کجا میری لطفاً. زیجان، زیجان. پدر مادرم مادرت رفت دخترم، مادرت ما را تنها ماند رفت. زیجان قربان جوامم، ولی از خدا مرا ببخش، من تو را زیاد آزار دادم، من قدر و قیمت تو را نفهمیدم، مرا ببخش لطفاً، مرا ببخش. پدر مرا ببخش لطفاً، خدایا مرا ببخش، خدایا. پدر خوب هستی؟ پدر خوب هستی؟ لطفاً پس شوین، نمیخوایم اینو دفن کنن، مرا دفن کنن با جای ازی. لطفاً مرا دفن کنن، زیجان من مردن نمیتونم. لطفاً پدر لطفاً این کارو مرا با نکنه. جای زیجان دفن کنن. زیجان. برادر تو چی میکنی؟ لطفاً از اونجا برای. مرا دفن کنن، لطفاً مرا با جای زیجان دفن کنن، مرا همیشه دفن کنن. من نمیخوایم برام. لطفاً پدر، زیجان من ازت مردن خواهش نمیتونم. میکنم مادر من حداقل اینجا خو آرام کن. با جای این کارا برش دعا کن. خدایا من چی خواهد کردم. خدایا من چی خواهد کردم. خدایا محافظین زیجان من میخوایم بابارم، من دیگه زنده بودن نمیتونم. من میخوایم بابارم، زندگی بدون زیجان برای من حرام است. من میخوایم بابارم، بدون زیجان زنده بودن نمیتونم. برام همیشه دفن کنن. میخوایم بابارم، نمیخوایم زنده باشم. من میخوایم بابارم، نمیخوایم زنده باشم. نمیخوایم. آی پدرم عقل خدا از دست دادم. به خاطر خدا منو دفن کنن. به خاطر خدا این کار کنن. بگوید خدا بیادر به جای این کارا برش دعا کن. ببرینش. ما میخوایم بابارم. زیجان. آی خدایا. بلندش کن. میخوایم بابارم. بلندش کن، باید باشه تا خانه انتقالش بده. بلندش کن. آیسته. بیا. خانم رنا چند دقیقه پیش از شبکه 10 زنگ زده بودن. با میانجیگری آقا قدرت میخواین امشب در برنامه تلویزیونشان شما اشتراک کنید. خب موضوع چی است؟
خبر شدم که امروز مسئولین نجاپور شما ملاقات میکنین. فعلا جواب نده. میخوایم کمی فکر کنیم. درست است خانم. سال آخرت است دخترم. یک سمسترت باقی مانده. بعد از او انجینیر مکانیک میشی جانم. بله انشالله. البته که انشالله. آرزوی من فقط همیست. ما فقط به خاطر مسلک دار شدن شما تلاش میکنیم. به خصوص تحصیل کردن دخترای جوان به ما بسیار مهم است. شما آینده مادر میشین. طفلای کشور تربیت میکنین. آینده وطن ما بعد از شما هست دخترم. ما مثل شما فکر میکنم خانم. اما تو مثل ما رفتار نمیکنی. بیبی ای گفته هایت با او چادرت هیچ کدام همخوانی نداره. درباره تو یک تحقیق انجام دادم عزلم جان. لطفاً مرا غلط درک نکن. مثل استخبارات تحقیق نکردیم. فکر کردیم اگه هر قدر از نزدیک بشناسیمت هم قدر میتونیم کمکت کنیم جانم. به چی ضرورت داری؟ از زندگی چی انتظار داری؟ این همه به یک دختر جوان بسیار مهم است. درست است اما شرایط عزلم با دیگرها فرق میکنه. در طفولیت خود پدر از دست داده. درست گفتم عزلم جان؟ فقط تو مادرت هستین. مادرت کار میکنه؟ بله راستش صفاکاری میکنه. تو هم اونجا میری؟ ما بعضی وقتی که کار زیاد باشه به ساختمان های بزرگ میریم. مادرم کمی مریض است. میخوایم با او کمک کنم. هیچ نشرم جانم. من بالای محصلین مثل تو افتخار میکنم. تو یک هدف داری و به خاطر رسیدن به هدفت با تمام نیرو تلاش میکنی. اما ایچا در همیشه مانع کارهای تو میشه دخترم. اگه پسش کنی تو موفق خود بودی. راست میگه. دانشگاه خود خلاص میکنه. زود کار پیدا میکنه. نجات میده. در جامعه به صفت یک خانم با عزت و مسلکی زندگی میکنه. ما حال عادت کردیم. یعنی مادرم میره برام یاد داده. ما چادر میکنم استاد. یعنی مادرت سرت فشار میاره؟ نه خیر این قسم نیست. مادرم میگه اگه میخوای چادر نپوش. میگه میتونی دوباره در آینده چادر بپوشی. مادرت بسیار گپ خوب میزنه. به خاطر که او میفهمه تو چی مشکل داری جانم. درست است. تو به مخالفت کردن به قوانین دانشگاه فقط ضد کن. اما وقت مدرک دانشگاه ده گرفته تا نیستی میشه برام بگی که وقت کی برات کمک میکنه؟ بیبی میخوای در مکتب صفاکار شوی عزلم؟ کمی فکر کن. جای تأسف نیست؟ یعنی تمام همسنفیای تو صاحب وظیفه میشن و با خود آینده درخشان میسازن، اما تو همراه مادرت به پاککاری میری. به نظرت این کار قبول کردن میتونی؟ در حالی که اگه بخوایی یک انجینیر ورزیده شدن میتونی. همه چیز به تصمیمی که امروز میگیری ربط داره. اگه چادرت بکشی و ادامه دادن به درس انتخاب کنی، ما تا آخر از تو حمایت خواد کردیم. بورس، وظیفه، اگه لازم بود به مادرت وظیفه خوب یا بیمه. بالاخره مادرم از زیر خاک دفن کردی.
حال راحت شدی؟ خونه مادرم در گردن تو هست هولیا. فقط به خاطر تو شد. به خاطر تو مادرم با ما محبت نمیکرد. برو گم شو. حداقل زیر خاک خود راحت بانش. هیچ وقت با تو کینه نداشتم. والای ایلیف عصبانی بودم. از او خاطر همراه تو درست رفتار نمیکردم. چشمای تو فقط دوره میدید و بس. دختر مقبولم، دختر هوشیارم. بالاخره دیدی که قاتل تو هم همین شد. اشتباه کردی مادر جان. مادر چیری یک قیور خود دیدی. اما من میفهمم خونه تب از زمین نمیمونم. مادر ای دختر تو را از خانواده از اولاد دور ساخت. من میفهمم که برش چی کنم. زندگی رو سرش زهر میسازم. دستی که برش کمک کنه قطع میکنم. هر چیزی را که دوست داشته باشه ازش میگیرم. به شبکه زنگ زده برشان بگو که پیشنهادشان قبول دارم، اما از خود بعض شرایط دارم. برنامه فردا در سالن دانشگاه ما ثبت میشه و تمام محصلین ما به صفت تماشاچی اشتراک میکنن. خوب است، فردا همگی متعجب خواهد شدن. هولیا تو داخل برو، من باز میایم. دنیز باید با هم گپ بزنیم. درست است لیف، گپ میزنیم. میفهمم وقتش نیست، اما نمیخوایم زیاد طول بکشم. موضوع این کار میگم تو نیست. خوب است که به یادم آوردی. به زودترین فرصت ما کارهایی که مربوطش میشه را آغاز میکنم. هدف من این نیست. هر دوی ما میفهمم که در کدام شرایط نکاح کردیم. از مجبوریت به مادرم بله گفتی. این فکر تو است. اگه خواسته باشی یک بار از من بپرس. نمیخوایم بپرسم، به خاطر که راه ما از اول جدا شده بود. تو نظامی هستی و ما هم یک ارتجاعی خواهد. گپای مردم قدر به تو اهمیت داره لیف؟ با پدر و مادرت چی میگیدی نیست. ما اونا را پریشان ساخته نمیتونم. یعنی میخوای با مادر خود وعده خلافی کنی؟ اما تو راست این کارا کده نمیتونم. اما تو این کارا کده میتونی. گوش کنی بار دیگه از من نخواهی. از جنرال قدرت شکایت میکنم. اگه گپ ما قبول نکنی ضرر میبینی. شکایت چی لیف؟ تازه برش نامه نوشته کدی. منتظر باش شاید جواب بده. جوابو مادر مرا برمیگردانه. مادر ما دیگه نیست. مادرم. به خاطر او همه چیز خود از دست دادم. او باید حسابی کارای خود بده. کلگی باید بفهمن که او چه قسم انسان است. اگه پدرت باشه چی؟
اگر در مقابل ما کوچکترین حساب می داشت باز ما را قبول میکرد. میگفت که همه چیز کنار بانا مرام ببخش. چی میشد؟ میگفت مرا ببخش. میگفت تو را بسیار رنج دادم. میگفت خانواده تا ازت گرفتم. بعدش من برای خود ادامه میدادم، اما حالا بسیار ناوقت شده. مادرم به خاطر او آدم از بین رفت. حالا در بین ما نیست. نمیخوایم که تو هم ضرر ببینی. چرا؟ تو چرا نمیخوای الیف؟ چرا؟ به خاطر که تو هم مرا دوست داری. یک ساعت از دفن مادرم تیر نشد و خوشگذرانی شروع کردی؟ هولیا، ازت خواهش میکنم صبر من امتحان نکن. در قسم یک روز مرا گناهکار نساز. چرا؟ گپ زدن با بیگانه گناه نیست؟ تو خواست همه بهتر در موضوعات دینی معلومات داشتی. بیبی اما به جا امیدوار نباش، او تو رو نمیگیره. مادرش یک کس دیگره برش پیدا کرده. چی شد؟ متعجب شدی؟ تو از کجا میفهمی؟ دانشگاه اقتصاد ختم کردم، از خارج برگشته. تو چطور این همه را میفهمی؟ به خاطر که من خدمتکار خانه‌شان هستم. چی گفتی؟ رفتم به دینیز عذر کردم، گفتم پدر مادرم زندانی است، گفتم بی کسی بیکار شدیم، وام برام وظیفه پیدا کرد. تو چی کردی هولیا؟ تو هیچ از خود غرور نداری؟ البته که دارم، اما من خودم زحمت میکشم الیف. مثل تو بالای بیگانه ها ناز نمیکنم. هولیا کوشش نکن هر دیوانه بسازی. هر قدر که خواسته باشی چیق بزن، اما حقیقت همی است اونا فقط صفاکار خانه‌شان تو را قبول دارن، دلشان برات میسوزه. درست است، فشارتان بررسی کردم، کاملا عادی است، رفتم میتونین. چطور عادی است دکتر؟ چطور عادی است؟ حس میکنم یک چیز داخل شکمم رفته، تمام شکمم تاب داده، بعد از اون قلبم اذیت میکنه، بعد از اون از قلبم بیرون شده، طرف رو دائم میره. لطفا درکم کو دکتر، لطفا درکم کو. درست است، یک پیچکاری آرام بخش برای تزریق میکنم. بچه تو رو بیهوش میسازن، تو باید همیار از اینجا فرار کنی. من یک بار تشناب میرم. دوای شبرزاده بیرون میشم. آی خدایا قربانت شوم. بیادر من میمورم، دردم درمان کن. خدایا کمکم کن. الله میمورم بیادر. یک بار تبه بیبی گفتم تو چرا خواهسته کار میکنی؟ چی رو سعی داری؟ چرا خواهسته کار میکنی؟ گفتم معلوم است چی میگی؟ چی میخوایم ها؟ میخوایم فرار کنم. حالا فهمیدی؟ نمیدونم پس. از کدام قریه هستی؟ از قریه نشانکاره. در اونجا به درزادی نام زندگی میکنه، همیشه رفت آمد داره. بچه میشه یک بار فشارم ببینی؟ من کار دارم، کس دیگر روان میکنم که ماینه کنم. یک ساعت است که منتظر هستم، هیچ کس نمیاید. چند دقیقه دیگه هم صبر کنیم، کس دیگه خدا آمد صبر داشته خواهش میکنم بچه،
80 ساله شدی هنوزم فشار گفتم میری جیغ میزنی. به خانه خود برو استراحت کن، برو خوب میشی، برو. الله الله. فکرت کجا زندانی فرار میکنه؟ الان آی خدا. پس شوید صبر کن، فرار نکن. خدایا تو برم صبر بده، خدایا تو کمکم کن، خدایا. این آمدن ملایار مازده دستگیر کنن. چی میکنی؟ چی میکنم؟ تو چی میکنی؟ این خانه از ماست. بسیار. بله. یک خانه زیبا داری بیادر، به خوبی زنده. بله. پس با اجازه من رفتم. استاد چه پاترون ما بیار پاترون ما. آلا باسای ما بود. دوستا بگیره. گشناسی بیادر. آلا بگیره دوستا. بگیره. مادر! آی خدا! الیف فردا به دانشگاه میری نه؟ میرم، چون غیر از این دیگه چاره ای ندارم. باید درس بخوانم، نباید به کسی محتاج شوم. کل ما رو میخوایم اما با چادر مشکل است. تو هم خوی رو میفهمی الیف، حتی ناممکن است. در بیرون پلیس آمدن. چهار طرف خانه رو بررسی کنه. یه الماس گورل فرار کرده، باید خانه رو تلاشی کنه. خواستگارای ما چرا همیشه فرار میکنن؟ چرا مرا خوش نمیکنن مادر؟ چرا؟ گرخو نیستی دختر، هنوزم چرا گفته گریه میکنی ها؟ تو دا سر داماد چیشتی دختر بیعقل. چطور کنم؟ مرا دیدمش چون خورترک بود. خدا جزایت نده احمق. اینه با ما بتش. هنوزم میخوری ها؟ اگر نخورم پس چی کنم ها؟ کل دوستم شوهر پیدا کردن، از ما کجاست؟
ما با کی عروسی کنم؟ بس کن دیگه، گریه نکن دختر، بالاخره پیدا میشه. مادر در بیرون کسی هست؟ من دیدم باور کن. او طرف دیر شد. مادر کسی هست؟ دخترم از آشپزخانه یک چیز بیار. یه ببین این چی هست؟ تو به خدایا اینجا فکر کنم مرغانچه هست. آرام باشی بکنی، آرام باش. مادر ببین مرغای ما رو دزدی میکنه. آمدی که مرغای ما رو دزدی کنی؟ نزنه. دخترم اگر پدرتان اینجا آمد بود هوش کنین، براش کمک نکنین. اگر ازتان کمک هم خواست نکنین. اگر کمک کردین جرم است. در صورت شما هم زندانی میشین. درست است، فهمیدم. تمام مشکلات سر من میآید. نمیفهمم با این مشکلات چی کنم. مادرم رفت. هولیام همراهم روی درست نمیکنه. پدرم فرار کرده. در دانشگاه مشکل چادر. بعضی وقت خودم هم مشکل میسازیم. دست راه حل به دست خودم است. پس برام یک مشوره بده. من خود چیزی نمیفهمم. غلط در نکو ایلی. وقتی که اونا خانواده اصلی تونستن رابطه همراهشون نداشته باش، هولیان از خانه بیرون کن. سهیلا خالزی جانت تا دفن کردم، تو میخوای چی بگویی؟ ما هم شاهدی وضعیت بودم، از او خاطر گفتم. ببین مادرم از زنده است، اما من هیچ دقیقش هم نیستم. هولیا خودش میخواد که از اینجا بره، پس ضرور نیست رو تحمل کنیم. خوب است. هولیا را پس روان میکنیم. قسم رفتار میکنم که پدرم مرده. از چادر پوشیدنم منصرف میشم، همه چیز خوب میشه. موضوع چادر از کجا شد؟ من برای چی گفتم؟ سهیلایی را که من میشناختم این قسم گپ نمیزد. میگفت صبر داشته باش، میگفت همه چیز خوب میشه. خوب است، درست است. پس چیزی که میخوای بشنوی برات میگم. صبر داشته باش الیف جان، صبر داشته باش. انشالله میام سپری خواهد شد. Sabret gönül sabret, küsme sakın kaderine, şöhret her kışın bir الیف baharı. گپ سهیلا را بدل نگی. او هم زیاد پریشان است. از روزی که با خانم رعنا ملاقات کرده بسیار تغییر کرده. اگرچه با حالت تو مقایسه نمیشه، اما نادیده بگی. ما بالای هیچ کدامشان عصبانی نیستم. اونا حق به جان است. Sabret, küsme sakın kaderine, şöhret. سهیلای احمق، سهیلای احمق، زبانت داره که نتونستی. سهیلای احمق، احمق. Yeter ki sen sabret. بچیم، امروز با خانم قماندان دیمیری یک جای بودم. خب درباره دخترش گپ زدیم. موضوع را کمی برش واضح ساختم. مادر شما چی میکنه؟ بچم یک بار بشنو مادر چی میگه باز قهر شو.
بیازوام کسی با اونا خبر داده بود بچیم. به خاطر که از گذشته با هم معرفی بودیم بسیار خوب و صمیمی برخورد کردیم. البته به خاطر که دختر خیل بودن نگفتن که به خواستگاری بیاین، اما من هدفشان فهمیدم. مادر این کار هیچ امکان نداره. چطور بدونی که از ما بپرسین این کار کردین؟ بچیم تو بسیار زیاد عصبانی میشی. کار بدخو نکردیم، فقط برش زنگ زده دختر به قهوه نوشیدن دعوت میکنی. دنیز یک بار هم دیگه ببینید. تصمیم ادامه دادن و ندادن به دست خودتان است. من این کار نمیکنم پدر. بچم گوش کن، ما با تو چیزی بد نگفتم که قدر زود عصبانی میشی. در زندگی شخصی من مداخله میکنین. من طفل نیستم، کمی برام احترام بگذارین. اجازه بدین که من خودم تصمیم بگیرم. درست است جانم، کس بالای تو خوب فشار نآورده. نه خیر مادر، قسم نمیشه. من در خانه جدا زندگی میکنم. این دیگه چه معنی داره؟ ما دیگه تصمیم خود گرفتیم، یک زندگی جدید آغاز کردیم. فهمیدم. یعنی دیگه ما بر تو هیچ ارزش نداریم؟ البته این قسم نیست. فقط از رفتار طفلانی که با ما میکنین خسته شدیم. کمی مرا درک کنین. سنجر این بچه چی میگه؟ شنایی هر چیز زودتر باید مانع این بچه شویم. ما باید کوشش کنیم که اونا ازدواج کنن. به هر قیمتی که میشه باید اونا هم دیگر رو ببینن. چطور؟ ما نمیفهمم. شما خانوما هزار قسم هیله رو یاد دارین. خودت باید این کار کنی. مادر و دختر مرده. مادر کدام دختر؟ مادر ایلیفا میگم، نامش زیجان بود، او مرده. راست میگین؟ چی شد؟ جگرخون شدین؟ بسیار متعجب شدم. خب چطور شده؟ چرا تعجب کردی؟ آدساس میشه دیگه. مهمی است یگانه کسی که این راز میفهمید او مرد. تو از این میترسیدی که یک روز افشا خواد شود؟ بسیار خسته شدیم، نمیخواین که از اینجا بریم؟ چی شده دخترم؟ تو خود میگفتی با دوستایت خوش هستی؟ نه خیر پدر، در بینشون یک احمق است که توجه کلگی را به خود جلب کرده. او کی است؟ فکر میکنم که دختر قماندان دیمیر است. قبلا ندیده بودم شما. او دختر بسیار بدقوار است. قسم نگو، همگی مشنون بسیار بد است. همو دختر را که بدقواره میگی قرار از دنیز امروز عروسی کنه، خبر داری؟ راست میگی؟ امروز خانم شنایی به دختر شما بخت خوب میخوایم گفته، به من ته نداد. بریم، شما در اینجا خوش نیستن، بلند شوین میریم. عجله کنین، زود شوین. هرگز پشیمان نخواهد شدی. به تو وعده میتونم که پشیمان نمیشی. قبلا صرف مسلکم برام ارزش داشت، حال تو هم اضافه شد. لطفاً این را قبول کن. تو چی گفتی؟ رفتم و دینی زوزار کردم. گفتم پدر و مادرم زندانی هستن. گفتم به کسی بکوشنی. مام دلش به من سوخت و وظیفه برم پیدا کرد. تو چی کردی هولیا؟ تو هیچ غرور نداری که من بشرمم. من زحمت خود پول به دست میارم. مثل تو خوب بالای هر کس ناز نمیکنم. هولیا کوشش نکن مرا دیوانه بسازی. هر قدر که خواسته باشی چیق بزن، اما حقیقت همی است. ما تو فقط خدمتکارشان بوده میتونیم. او به تو هم دل میسوزانه، چرا نمیفهمی؟
بیا بیشی جانم. از من خفه هستی نه؟ تو خواهرم هستی. انسان از خواهر خود خفه نمی باشه. لطفاً مرا ببخشی لیف جان. با وجودی که تو ناراحت بودی هم گپای ناق برات گفتم، اما من هیچ خوب نیستم. خب پس تو چرا در این باره به ما چیز نمیگی؟ سهیلا در اتاق چی شد؟ برای چی گفتن؟ مهم نیست لیف جان، خودت به اندازه کافی مشکل داری. گپای ناق ما اضافه است دیگه. بعدن برات خواد گفتم. من فقط خواستم ازت معذرت بخوایم. مرا خو میبخشی همه تو نیست؟ من از تو خفه نبودم. اگر من چیزی گفته باشم ببخشیم. سرم آخ سرم مادر جانو رو ببین. چی گپ هست؟ شما دیگه کی هستین؟ من کجا هستم؟ مرا چی شده؟ میگه مرا چی شده؟ نگه دیشب به بیاد نداری؟ نه خیر. یعنی چی که بیاد نداری؟ داخل حولی مشتی میخواستی مرغای ما را. دخترم سبت نام تو چی است؟ نام من بیاد ندارم. از کجاستی؟ متعیل هستی؟ اولاد داری ها؟ تو به خدایا هیچ چیزی را بیاد ندارم. شما در حق من چی کردین ها؟ با من چیزی نشاندین چی کردین؟ جواب بدین. جانم تو استراحت کن تا که خوب شوی. بسیار شدید مریض شدی، تو باید کم استراحت کنی. چند دقیقه بعد عقلت به سرت میاید. دخترم همراه مری حاله. مادر با یک دوست میگی استراحت کن هیچ نمیفهمی که چی میگی. چی فرق میکنه که او دوست است؟ او یک مرد خوب به نظر میرسد. یعنی چی؟ به نظرت از خواستگار دیروزت کده جذابتر نیست؟ بله جذاب است به خدا، اما چرا نمیخوای که بفهمی او آدم یک دوست است. دوست چی دختر؟ او شوهرت، تو از شوهرت. چطور یعنی؟ بیعقل نی که تو شوهر نمیخواستی. ببین او حال به پاهای خود پیشت آمده، در ضمن هیچ چیز را بیاد نداره. دختر از این کده قسمت خوب برات پیدا کده نمیتونی. مبارک باشه دخترم. توبه کردیم خدایا. من چرا چیزی رو بیاد ندارم؟ من کجا هستم ها؟ مرا چی شده؟ بسیار عجیب است. شوهر مقبول من برای چی آماده کنم ها؟ بگی مرا الیف میخوایم همراه کمه گپ بزنیم. درست است در یک جای 6 تا گپ میزنیم. چی گپ هست؟ نه خیر، نباید دیگه یک جای دیده شویم. این کار به نفع تو است. الیف ولی از خدا این کارا نکن. ای را بگی؟ این دیگه از تو است. نمیخوایم. یک کس بهتر از من پیدا کن. این چی معنامه الیف؟ به هر صورت من تمام گفتنی های خدا برات گفتم. تو باید ای رابطه را خاتمه بیتی و هر چیز زودتر امرای هولیام گپ بزن. قسمه که برش کار پیدا کردی همه قسم اخراجش کن. تو از این خبر داشتی نه؟ خبر داشتی؟ فکر کردی خبر نمیشم. بیبی من واقعا میخواستم برات بگویم اما هولیا نخواست. دینیز تو چطور یک کار کردی؟ خواهر من خدمتکار خانه خود ساختی. این قسم نیست.
من خواستم برش کمک کنم. دیگه کمک نکن، دلم نسوزم. من از خواهر خود حفاظت کردم میتونم. لطفا از زندگی ما بیرون شو. الیف کدام مشکل داری؟ بله دارم. میخوای حلش کنی چطور؟ زیا لطفا ما بین خود حل میکنیم، تو مداخله نکن. دیگه چیزا بگفتن نمانده. اینجا چی جریان داره؟ خانم رنا آمادگی نقش جدید خود میگیره. گپ زدن با دخترها کافی نبود که حالا میخواد صفحه تلویزیونم ظاهر شود. بهتر است ما بسون فرم. کجا میری؟ امروز درس نیست. چرا؟ محصلین تماشاچی میباشن، مخصوصا چادر پوشا. خانم رنا گفته که کلاگی باید اشتراک کنه.